لو یاشین. ورزش فوتبال به اندازه کافی دروازه‌بان عالی به خودش دیده. در سالهای اخیر بوفون، کاسیاس، کورتوا، مانوئل نویر، پتر چک، اوبلاک و در سالهای دورتر شوماخر، الیور کان، دینوزوف و دیگران. اما هیچ کس لو یاشین نمیشه. کمتر کسیه که در این که این دروازه‌بان گرجی بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال تردید داشته باشه. در دورانی که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی حروف CCCP رو روی پیراهن تیم‌های ورزشی خودش درج می‌کرد، لو ایوانوویچ یاشین تنها کسی بود که از این آرم روی پیراهن سیاهش استفاده نمی‌کرد. عنکبوت سیاه، پلنگ سیاه، 8 پای سیاه و هر چیز سیاه دیگری که تصورش رو بکنید، اینها لقب‌های این دروازه‌بان افسانه‌ای بودند، چون اون کسی بود که روزگار مهاجمان رو سیاه می‌کرد. عنکبوت سیاه تاری از جنس تور دروازه تنیده بود و با دستای کشیدش از خانه عنکبوت محافظت می‌کرد. او تنها دروازه‌بانیه که تونسته توپ طلای فوتبال اروپا رو ببره. یاشین یه متشخص واقعی بود، چه درون زمین با داوران و بازیکنان حریف و چه بیرون زمین با هواداران و خبرنگاران همواره رفتاری محترمانه داشت. جنگ جهانی دوم برای یاشین یک توفیق اجباری بود، چون شوروی درگیر جنگ شده بود و مردان باید به جبهه می‌رفتن و پسرها در کارهای پشتیبانی کمک می‌کردند. او در 12 سالگی به اجبار در کارخانه‌ای مشغول به کار شد، اما به همه نشون داد که چه نبوغی در ورزش داره. کارگران و کارفرمایان می‌دیدند که این نوجوان در بسکتبال، هاکی روی یخ، فوتبال و هر چیزی که اسمش رو بشه ورزش گذاشت استعداد داره. خیلی زود پله‌های ترقی رو طی کرد و به تیم ملی رسید. وقتی به سربازی رفت توسط مربی دینامو مسکو کشف شد، اما مجبور بود پشت سر دروازه‌بانی به نام خومیچ که به ببر مشهور بود قرار بگیره. رقابت به قدری سخت بود که یاشین تصمیم گرفت فوتبال رو رها کنه و به هاکی روی یخ بپردازه. اما با آسیب دیدگی ببر شانس به عنکبوت سیاه آینده فوتبال رو کرد. او قاتل پنالتی ها بود و در دوران فوتبالش بیش از 150 ضربه پنالتی رو مهار کرد. یاشین بر سر مدافعان تیمش فریاد میزد و اونها رو کوچ میکرد. اون اولین دروازه‌بانی بود که برای جمع کردن توپ از دروازه خارج میشد و مدافعان رو پوشش میداد. در جام جهانی 1958 با اینکه تیمش عطر شد، عنوان بهترین دروازه‌بان جام رو دریافت کرد. 2 سال بعد شوروی رو یکتنه به تنها افتخار بزرگ تاریخ فوتبال این کشور، یعنی قهرمانی جام ملت‌های اروپا رسوند. اون هم در حالی که ستارگان تیم پرقدرت یوگسلاوی دروازه این تیم رو به توپ بسته بودند. در جام جهانی 1962 در شیلی ضعیف عمل کرد، اما اشتباهاتش دلیل داشت. بعداً مشخص شد که او در بازی با تیم میزبان در مرحله 1/4 نهایی با بازیکن حریف برخورد داشته و به سرش آسیب رسیده. 1 سال و نیم بعد از اون اشتباهات جبران شد و توپ طلا به مرد مشکی پوش رسید. در جام جهانی 1966 در انگلیس شوروی رو تا نیمه نهایی بالا برد. یاشین بعد از فوتبال منزوی شد. به دلیل مشکلات با بوگدانوف رئیس باشگاه دینامو نتونست در بازی خداحافظی دینوزوف حضور پیدا کنه. او در 207 مسابقه از 438 دیدار رسمی خودش در حدود نیمی از بازی‌ها معادل 47% مسابقات کلین شیت داشت. یاشین بعد از جراحی زانو مجبور شد پاش رو قطع کنه. او در سال 1990 به دلیل سرطان معده و در 60 سالگی از دنیا رفت و تنها چیزی که از او باقی مونده جایزه یاشینه که هر سال به بهترین دروازه‌بان سال اروپا تعلق میگیره. او بهترین دروازه‌بان فوتبال بود و دوست داشتنی ترین عنکبوت تاریخ.